فکر کن توی بدترین لحظه زندگیت وقتی فکر میکنی به آخر خط رسیدی و چشمات فقط دنبال یه نفر میگرده که نجاتت بده و منصرفت کنه، اون یه نفر بهت بگه برگرد و فقط انجامش بده. این داستان یه پسر 18 ساله است به نام کانراد روی. کانراد یک پسر کم حرف و باهوش بود که سالها با افسردگی و اضطراب دست و پنجه نرم میکرد. توی یک سفر خانوادگی با دختری به نام میشل کارتر آشنا شد. اونا یک رابطه لانگ و مجازی داشتن و کم پیش میومد همدیگر رو ببینن، ولی همین رابطه لانگ هم کافی بود تا کانراد به اون دختر دل ببنده. وقتی به میشل گفت که میخواد خودکشی کنه، اون بهش گفت فقط انجامش بده. همه از دست غر زدنات خسته شدن. الان وقتشه. تا اینکه توی 13 ژوئیه سال 2014 کانراد توی ماشین نشست و گاز رو روشن کرد. یه لحظه پشیمون شد و از ماشین اومد بیرون و به میشل زنگ زد، ولی میشل بهش گفت برگرد توی ماشین و فقط انجامش بده. و اون برگشت و جونش رو از دست داد. میشل کارتر به قتل غیر مستقیم محکوم شد و فقط 11 ماه رفت زندان برای مرگ یک انسان. به نظرتون این منصفانه است؟ اگه از این مدل داستانا خوشت میاد، ویدیو رو لایک کن و بیا تو کانالم، چون اونجا پرونده‌های خیلی جذاب‌تری منتظر